سلام، من رینی ام. به چالش 5 روزه ساخت چشم خوش اومدی. روز دو، چشم خندون. اول گل رو ورز میدی و یه بوم کوچیک ازش درست میکنی. یه فرو رفتگی عمودی و یه افقی و اون قسمت رو خالی میکنی. یه بیضی درست میکنی و وسط فرو رفتگی میچسبونی. چرا بیضی؟ چون ما وقتی میخندیم چشممون حالت کشیده تری داره. یه فتیله درست میکنم، پهنش میکنم و پلک پایین رو میچسبونم. همون فتیله هم درست میکنم برای پلک بالا ولی منحنی تر و دقت کن که پلک بالا و پایین توی چشم خندون به هم خیلی نزدیک ترن. حتی اضافه رو محو میکنم، زیر چشمم یه تیکه دیگه گل میچسبونم چون وقتی میخندیم این تیکه برآمده تر میشه. یه فتیله بزرگم درست میکنم برای استخوان ابرو ولی فرمش منحنی تر باشه که اون شادی رو برسونه. همونجوری که تو ویدیو میبینی یک دستش میکنم و قسمت‌های خالی پشت پلکم گل اضافه میکنم. فقط حواست باشه گوشه سمت راست بالا باید گل بیشتری اضافه بشه نسبت به بقیه جاها. خطوط مهم رو دوباره مشخص میکنم که محو نشه و رو جزئیاتش بیشتر کار میکنم. یه اتفاق دیگه که وقتی میخندیم میفته اینه که قسمت لپمون برآمده‌تر میشه و بیشتر به پلک پایین میچسبه، پس اینم بهش اضافه میکنم. جای بینی رو میذارم که واضح تر بشه. با ابزار خطای اضافی رو محو میکنم و چروکای خنده رو به گوشه های چشم اضافه میکنم. حالا هم وقت تمیزکاریه که ببینم چی از آب در اومد. هرچی بیشتر رو این جزئیات وقت بذاری کارت حرفه‌ای‌تر دیده میشه. این سری هر دو پلک روی قرنیه اومدن، پس فقط قسمت وسطش دیده میشه. ابرو هم که با چند تا خط نشون میدم و تمام. برای شرکت تو ورکشاپ‌های مجسمه سازی رینی به پیش‌زمینه‌های هنری نیاز نداره. این سری هم برای اولین بار ورکشاپ آوردیم تهران. مهلت ثبت نامش هم تا 2 خرداد. کپشن رو بخون.